قبل از دو چی بخوریم؟ چیزی که خیلی خوبه، کالری بالایی داره، ترکیب نون توست، روش کره بادوم زمینی و تیکه های موز روشه که حالا میتونید روش عسل یا چیا سید بریزین. خیلی انرژی خوبی میده و برای دویدن های طولانی مخصوصا خیلی ترکیب خوبیه. من اصولا اگه موز داشته باشم یه دونه موز میخورم یا نصف موز، بعد یا اینکه یه دونه از این باسلوقا میخورم که شکر نداره و داخلش هم گرد. حقیقتا خیلی بدم میاد از اینکه هر سری که میخوام برم بودم و فکر کنم که چی بپوشم از روی این نیستش که وای مثلا یه چیز خوشگل بپوشم برم، نه، چیزی که باید مثلا واسط باشه، پوشیده باشه، اوکی باشه، جلب توجه نکنه، متنفرم. بعد من لباسای این شکلی خیلی ندارم، مثلا کلا دو سه تا شاید داشته باشم جوری گله گشاد و بلند که البته موقعیتون خیلی خیلی راحت نیستن، ولی anyway آب چشمه. یه دونه لیمو میچکونم توش برای انرژی بین دو. خب بعد از که دوباره یه بار دیگه برگشتم خونه تصمیم گرفتم هودی بپوشم دیگه، اعصابم خورده. یکی از دلایلی که آدما سریع میذارن کنار دورو مسئولیته، یکی از دلایل متعددش، چون همینطوری شروع میکنن و فکر میکنن اوکیه برای خودشون، حالا میان هر چقدر که میتونن حالا با سرعت میدونن و اینا، بعد مصدوم میشن. یکی از راهایی که جلوگیری میکنه از مصدومیت اینه که قبلش خوب پاهامون رو گرم کنیم برای تمرین. امروز به جای آهنگ پادکست انگلیسی میخوام گوش بدم از پادکست های BBC. کنم رو 12 دقیقه 20 دقیقه امروز 30 دقیقه دویدم، تقریبا 3.49 کیلومتر. حقیقت حالم خوب نبود ولی اومدم دویدم، الان خیلی خیلی بهتر شد نسبتاً. تأثیر داره دیگه، هر کاری کنی واقعا ورزش نداره دیگه. اینم بود دو امروز، تا ویدیو بعدی دویدن بعدی میبینمتون.